اگه بلد نیستی اسکنر تو چجوری کالیبر کنی، این پست رو تا آخر ببین. اگه این آلارم رو تو برنامه دیدین، یعنی دستگاهتون نیاز به کالیبر شدن داره و باید کالیبراسیون انجام بدین. برای انجام دادن این کار، داخل پک اکسسوری دستگاهتون یه ست کالیبر گذاشتن که باید از اون استفاده کنید. 9 تا پوزیشن مختلف داره که میچرخه. برای استفاده از اون اول باید روی پوزیشن 1 بذاریمش. تیپ اسکنر و در پشت دستگاه کالیبراسیون رو در بیارید. اسکنر رو به این صورت داخل دستگاه قرار بدین. هر موقع که این آلارم رو دریافت کردین، شما میتونید هم با فشردن دکمه روی اسکنر کالیبراسیون رو آغاز کنید یا با سیستم روی نکست کلیک کنید. الان دستگاه شروع کرده به انجام دادن مرحله 1. وقتی به مرحله 2 رفت، باید ست کالیبر رو بچرخونیم، پوزیشنش رو عوض کنیم، بذاریم روی 2. به ترتیب مراحل همینجوری ادامه میدین تا به مرحله آخر یا 9 برسه. بعد از اینکه دستگاهتون کالیبراسیونش تموم شد، باید این علامت رو گوشه سیستمتون ببینید.